آیا ملاقات اولین ما را در خاطر دارید؟ آنگاه کسی نبود و ما به شما کمک رسانیدیم تا که بار اول به رفیقتان زنگ زنید و در طول 5 ثانیه سلام بگویید. این آغاز سفر یک جایه ما بود و از روز اول ما وعده دادیم که همیشه با شما میمانیم. در حیات هر یکی ما لحظه های خاطرمان موجودند و ما همیشه میشتابیم که در خوشبختی خود با نزدیکان و دوستان هم شریک شویم. ما جزء حیات هر روزه شما گردیدیم. صدقاً و صمیمی با شما بودیم، حتی در لحظه های بنیاد عائله. هم در زندگی و هم در کار و فعالیت دقت لازمه و سر وقتی ما نسبت شما قطع نمی گردید. به هر جایی که رفتید ما همراه شما بودیم. حتی در جایهای دشوارگذر ما نمی گذاشتیم که خود را تنها حس کنید. ما اعتماد شما را همیشه قدر میکردیم و میکنیم. شبانه روزی سعی و کوشش می نماییم که همیشه دستگیر شما باشیم. به هر یک قدم گذاشته شما ما جواباً یک چند قدم می گذاشتیم تا که باز هم نزدیکتر شویم. همه سعی و کوشش، دستاورد و موفقیت های ما با شرافتی دستگیری شماست و ما این را دائما قدر میکنیم. ما 20 سال با هم هستیم و از هر وقت دیده باز هم نزدیکتر شدیم. تیسل 20 سال با شما. تیسل 20 سال با شما. عجب تو زیبای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه. تو یکتایی، تو یکتایی، تو یکتا، تو شهر آرزوهای دوشنبه. امروز شهر دوشنبه پایتخت عزیز کشور ما شهر آرزوها برای کشورهای آسیایی گردیده است و قرار است که در 41مین چمپیونات آسیا آید به ولسپیدرانی که در اینجا ما از نمود شاهراهش را میبینیم، ورزشگران قاره آسیا جمع شدند که آرزوهای خود را عملی کنند. دیروز همه شاهد آن بودیم که در همین میدان دوستی که اسماعیل سامانی آن را آرا داده است، ورزشگران کشورهای گوناگون صاحبای مدال ها و جایهای افتخاری زیاد شدند که در ادامه برایتان خواهیم گفت. ولی امروز چی در اینجا برگزار می شود؟ همکنون چند لحظه دیگر مسابقه
ولسیپدرانی یا دوچرخه سواری شاهراه آغاز می‌گردد و در اینجا و اولین شده ورزشگران جوان بانو یعنی بانوان جوان به رقابت‌های انفرادی می‌پردازند که در اینجا وقت همه چیز را معین می‌کند و پس از هر یک دقیقه یک ورزشگر به سبقت آغاز می‌کند و این هم اولین ورزشگر اندان اوان از کشور عراق هست که سبقت را آغاز می‌کند. همه منتظر آغاز این سبقت در امروز هستند و دقیقه رسا ساعت 10:00 به وقت دوشنبه یا 00 به وقت دوشنبه عدنان اوان از ورزشگر بانوان جوان عراق سبقت‌های امروزه ما را آغاز می‌بخشد. خب همگی منتظر هستند که او به حرکت درآید. 5 ثانیه پیش داوری که در اینجا ایستاده است اشاره می‌کند و ورزشگر بالای چرخ‌های دوچرخش رها خواهد شد. خب این هم یکی دیگر از صدای هشتگ که به آماده شدن ورزشگر اشاره دارد و چند ثانیه دیگر به حرکت در میآید. ورزشگر بانو عزیز عدنان اوان و این هم آغاز سبقت‌های انفرادی بانوان که از روی زمان نتیجه آنها به نظر گرفته می شود و پس از 1 دقیقه ورزشگری بعدی به میدان می براید. خب اولین بار است تاجیکستان میزبان چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری شده است و اولین بار است که ورزشگران ما هم در این چمپیونات اشتراک می کنند و امروز قرار است در بین این ورزشگران همچنین ورزشگران تاجیک نیز به هنرنمایی پردازند. البته در بین بانوان نیستند ولی در رقابت‌های بعدی که میان مردان جوان صورت میگیرد حتما ما نماینده تاجیکستان را خواهیم دید. و پس از گذشت 1 دقیقه ورزشگر دومی که باید به سبقت آغاز کند این ورزشگر از کشور امارات متحده عرب هست، حسین هودا و این هم 4 ثانیه دیگر که تا زمان آغاز حرکتی او باقی مانده بود و ورزشگر بانوی کشور امارات متحده عربی نیز به سبقت آغاز می کند. خب درازی سبقت حتما 24 کیلومتر است. معذرت میخوام 15 کیلومتر است برای بانوان، برای مردان 24 کیلومتر می باشد و الکی میبینیم که ورزشگر بانوی کشور امارات متحده عربی هم به حرکت آغاز کرده و به سمت مهمانخانه سرنا که یکی از طرف‌های همکاری در چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری می باشد در حرکت هست. مسیر سبقت را برای شما در آغاز در لوحه پیشکش کردند و همکنون یکی از ورزشگران کشور قزاقستان آماده حرکت می شود. قزاقستان در این چمپیونات بسیار حضور گسترده دارد، همچنین کشور ازبکستان نیز و عموما در آسیای مرکزی اگر بگیریم به نظر می رسد بهترین ورزشگران دوچرخران از همین کشور قزاقستان هستند و این هم داریا کازاکبای از قزاقستان به سبقت آغاز می کند. خب این سبقت گفتیم به درازی 15 کیلومتر دایر می گردد و ورزشگر بانوان کشورهای عراق، امارات متحده عرب، قزاقستان، تایلند، ازبکستان و ویتنام قرار است که در این سبقت ها اشتراک کنند و بهترین ها را معین کنند. و باید قید نماییم که دیروز در سبقت های صورت گرفته همین ورزشگران کشور قزاق بودند که در بین مردان حرفه‌ای از نظر تیمی زینه اول را به خود اختصاص دادند و الکی صاحب مدال طلا هستند. خب ورزشگر دیگر آماده حرکت می باشد. بانو از کشور تایلند هست، سایسینگ جتراپورن و این هم ورزشگر بانوی کشور قزاقستان است که الکی از جانب مهمانخانه سرنا بازگشت و سایسینگ از تایلند. دیروز ورزشگران این کشور در اکثر رقابت‌های پارالیمپیک یا پاراسایکلینگ، پارا دوچرخه سواری هم گویا می شود که در آن اساساً افراد دارای توانایی‌هایشان محدود هنرنمایی میکنند، اکثر زینه ها را به خود اختصاص دادند و قرار است امروز این بانو هم برای کشورش افتخار آفرد و کیلومترهای اول را طی کرده ایستاده است. خب ورزشگر دیگر از کشور
ازبکستان هست که آماده حرکت در آغاز یا نقطه آغازی سبقت قرار دارد. انا کوسکووا از کشور ازبکستان هست و تحت رقم 16 اگر خطا نکنم در اینجا با هنرنمایی می پردازد. خب ورزشگر بانوی قزاقستان الکی 1.3 کیلومتر را طی کرد و به سمت شاهراهی یا جاده خیابان رودکی در حرکت هست. بله، ورزشگر بانوی کشور ازبکستان انا کوسکووا تحت رقم 16 الکی به حرکت در آمد و به سمت مهمانخانه گردش مهمانخانه سیرنا در حرکت است. ورزشگر بانوی کشور عراق را میبینیم که با کیلومتر تقریبا چهارم اگر گویم یا 3.4 کیلومتر نزدیک شد. نفری اول بود ورزشگر عراقی، نفری که از خط آغاز اولین شده در حرکت شد. و همینطور همچنانی که میبینیم اینجا با ورزشگر بانوی کشوری ویتنام آخران ورزشگر بانوی است که با سبقت میپردازد و ما در امتداد راه همکنون سبقت این بانوان را میبینیم که به چی می انجامد. تای بی هانگ تحت رقم 20 در حرکت شد و زمان هر کدام به علاهیدگی حساب کرده می شود. معنای آن را دارد که کی اول می بیاید کی دوم می بیاید مهم نیست. زمانی که آنجا صرف میکنند برای طی کردن این مسافه مهم خواهد بود. انا کوسکووا الکی توانست که 2.6 کیلومتر را طی نماید و این هم ورزشگر بانوی کشور قزاقستان هست. داریا همکنون این بانو اگر خطا نکنم الکی در تقریبا 5 یا 6 کیلومتری سبقت ها هست. بله، و این آخران ورزشگری بود که در حرکت شد تحت رقم 6 از کشور ویتنام. بله، داریا از کشور قزاقستان مدت زمانی آنها را حالا در آخر حساب کتاب خواهند کرد و نتیجه ها پیشکش خواهند شد. قرار است این ورزشگران تا محله چهارباغ در حرکت شوند و باز مسیر بازگشتشان را خواهیم دید که تا به میدان دوستی باز میگردند. مسافه را الکی دیدید، اینجا مسافه 3.4 کیلومتر برای ما نشان داده ایستادند که ورزشگران در آنجا در حرکت هستند. داریا در نزدیکی های به سمت چایخانه راحت حرکت دارد. او هم الکی به شاید 3 کیلومتر راه را طی کرده باشد، چون دقیقاً در نزدیکی چایخانه راحت الکی 3.4 کیلومتر می شود و او به همین نقطه نزدیک می آید. این هم ورزشگر بانوی کشوری ویتنام هست که در حرکت بود. بله، فاصله 3.4 کیلومتر را عبور می کند ورزشگر بانوی کشوری قزاقستان داریا و به سمت دانشگاه اگراری تاجیکستان در حرکت هست. خب نوروز است و سومنک نوروزی ما هم میدان دوستی ما را آرایش داده است. همه این چیزها با همدیگر یک چی میگویند هماهنگی دارند. نوروز است، میدان دوستی است. بیش از 27 کشور عالم را در اینجا ورزشگران آمدند تا با همدیگر پیام دوستی داشته باشند. این هم ورزشگر بانو انا کوسکووا در حرکت می باشد و این هم داریا کازاکبای. مسافه 15 کیلومتر را طی می کنند. اگر خطا نکنم این بانو تای بی هانگی
ویتنامی هست که از میدان دوستی الکی عبور کرد و به سمت مسافه 13 کیلومتری که در نزدیکی چایخانه راحت، یکی دیگر از جایهای دیدنی کشور ما و آشامیدنی و خوردنی هم گویه می شود، حرکت دارد. وطن ما جشن دارد و جشن بالای جشن، چون امسال چون نوروز اصلا با ورزش پیوند بسیار نزدیک دارد و در همین ایام ورزشگران دیگر کشورها آمدند که همراه ما این نوروز بین المللی را که وطن این جشن همین کشور ما محسوب می شود با ما به قول قید کنند یا تجلیل نمایند. خب ورزشگران قزاقستان را برای ما نشان میدهند که در حرکت هست و با گفتیم سمت دانشگاه اگرری در حرکت می باشد که تا البته مسافه را برای ما نشان داده ایستادن. اینجا 54 کیلومتر در باغ احمد دانش قرار داشت ورزشگر بانوی که چند لحظه پیش در حرکت بود و این بانو هم به همانجا در حرکت است. ورزشگر بانوی کشور عراق که اولین شده از خطی آغاز در حرکت شد، همکنون در صفحه پیش هست و این هم داریا کازاکبای رو میبینیم. و همچنانی که میبینیم داریا کازاکبای و الکی نتیجه بسیار خوبی رو برای خود کسب کرده است از بانوی عراقی که اولین شده 1 دقیقه پیش از 2 دقیقه پیش از بانوی قزاق در حرکت بود. پشت سر این ورزشگر بانوی قزاقی ماند. با مسافه 6.5 کیلومتر نزدیک می شویم. ورزشگر بانوی قزاق پیش صفی را ربود از عدنان آوان با سمت دانشگاه اگرری تاجیکستان در حرکت هستیم که تقریبا می شود گفت با نیمه مسافه تعیین شده نزدیک میشیم. تا اونجا 16 کیلومتر است. امروز ببینید چقدر شهر دوشنبه ما زیبا، معاصر، دلپذیر شده است، هم برای مهمانان و هم برای ساکنان کشور. ولی ورزشگر بانوی قزاق است که فعلا در صف پیش و به نظر میرسد نتیجه بهترین را دارد. 16 کیلومتر را عبور میکند همکنون، زیرا به دانشگاه اگرری تاجیکستان نزدیک شد. این یکی از قدیمترین دانشگاه های کشوری ما می باشد و یکی از معتبرترین دانشگاه های تاجیکستان است که برای کشور ما که خود اگروصناعتی است، یعنی هم اگرری هست و هم صنعتی، بسیار دانشگاهی مفید و سازنده است. در هر صورت به نظر می رسد که ورزشگر بانوی قزاق الکی از نظر زمانی از دیگر ورزشگران برتریت بیشتری دارد. فقط مانده است ببینیم که ورزشگران کشور ازبکستان و ویتنام چه کار کردن، زیرا طبق روالی که وجود دارد معمولا در سبقت های دوچرخرانی ورزشگران برتر را پس از یعنی از همه آخر با سبقت راه میدهند حرکتشان را آغاز میکنند و این ورزشگر بانوی کشور عراقی نو مسافه 16 کیلومتر را طی میکند و به دانشگاه اگرری میرسد. عدنان آوان الکی پیش صفی را از دست داد، ولی در هر صورت در حرکت است تا این مسافه معین شده را طی نماید. شش و 16 کیلومتر را عبور میکند عدنان آوان که تحت رقم 1 در این سبقت اشتراک میکند و اولین شده هم به سبقت آغاز کرده بود. خب باید قید نمایم که از عراق الکی در روزهای گذشته ورزشگران اشتراک کردند، ولی تا کنون نتیجه به دست نآوردند. دیروز در سبقت هایی که صورت گرفت از نمودهای گوناگون و همکنون این ورزشگر بانوی کدام کشور است که
اینجا رو عبور میکند. متاسفانه شماره او را نمیبینیم. در هر صورت 6.4 کیلومتر مسافه مسابقه را این ورزشگر بانو نیز طی میکند. به هر حال این یک رویداد بسیار مهم است که چمپیونات آسیا در تاجیکستان برگزار می شود و شاید هم برای پیشرفت این رشته در تاجیکستان که هم برای تبلیغ طرز حیات سالم، هم برای سلامتی انسان و هم برای رشد ورزش این نمودی ورزش و عموما معرفگران ملت را تربیت کردن بسیار مهم می باشد. زیرا این رشته در کشور ما در زمان گذشته تاریخی خاصی خودش را دارد که حالا اگر فرصت شد در روزهای بعدی برایتان کم کمی خواهیم گفت. معمولا چمپیونات ها یا عموما تورهای ولسپیدرانی یا دوچرخه سواری را برای آن برگزار میکنند که هم کشور در عرصه بین المللی معرفی گردد، هم مکانهای گردشگری یا توریستیش برای دیگران پیشنهاد گردد و هم زیبایی وطن و افتخارات خود را برای کشورهای دیگر به نمایش گذارند. و واقعا هم امروز شهر دوشنبه ما که با زیبایی خاصی خودش واقعا هم دلربا شده است، فصل بهار است، شکفتن است، در حرکت هست. ورزشکاران قاره آسیا را که 2/3 جمعیت جهان را تشکیل میکنند در خود جای داده است. ورزشگر بانی کشور ویتنام بود که کیلومتر 6.4 را طی نمود، تای بی هانگ، و مشاهده میکنیم ورزشگر بانی کشور قزاقستان را که باید تا به محل چارباغ برسد. بله، این ورزشگر از کشور ویتنام هست، تای بی هانگ، الکی از دانشگاه اگراری عبور کرد و همچنان میکنید ورزشگر بانی قزاق از باغ عینی که 9 کیلومتر است عبور کرده است و به سمت محله چارباغ در حرکت می باشد. یکی از محله های زیبا که در منطقه ورزاب تاجیکستان جای دارد و از مکان های واقعا هم دیدنی و گردشگری و توریستی می تواند باشد برای جلب توریست ها در کشور ما. بله، ورزشگر بانی قزاق پیش از ورزشگر بانی عراق در حرکت هست و هم اکنون ورزشگران از محله چارباغ یا نزد باغ عینی بازگشتن، معذرت میخواهم، و به سمت میدان دوستی در حرکت هستند. الکی معلوم می‌گردد که گردش از باغ عینی بوده است و چون مسافه نسبتاً کوتاه‌تر است، مسافه 15 کیلومتر را تشکیل می‌دهد، مسافه 24 کیلومتر هستند که تا به گردش محلی چارباغ در حرکت می‌شوند. بله، ورزشگران از باغ عینی در حال چرخیدن هستند و همکنون به سمت میدان دوستی در حرکت. و این هم دریا کازاکبای از قزاقستان هست که تحت رقم 2 در این سبقت ها اشتراک میکند و به سمت میدان دوستی بازگشت. باید قید نمایم که جاده ها عموما جاده هایی که برای این سبقت ها انتخاب شدند از سمت میدان دوستی تا به سمت محله چارباغ شیب شاهراه بلندتر هست، مسافه 9 کیلومتر را طی میکنند ورزشگر بانوان. بله، این از باغ عینی است و یک از همین گردش یا چرخش که چرخش برای باغ دیدنی عینی می باشد، ورزشگران برمیگردند به سمت میدان دوستی.
دوام 5 روز این سبقت ها ادامه خواهند کرد. دیروز علاکه ما یک روز سبقت ها را دیدیم و همین ورزشکاران قزاق بودند که در اولین سبقت زینه اول را به خود اختصاص داده بودند. امروز هم به نظر می رسد که داریا کازاکبای فرصت و زمان بهتری را به نامش ثبت کرده ایستاده است و چون از سمت میدان عینی از کیلومتر 9 سبقت تا به میدان دوستی شب جاده یا شاهراه به فایده ورزشگران هست، آنها از آن طرف با سرعت بلندتری می توانند به سمت خط نهایی یا مره در حرکت باشند. بینید و این هم سرعت بلندی ورزشگر بانوی کشوری قزاقستان است که علاکه مسافه 12.5 کیلومتر را یا 12.6 کیلومتر را که بازم به میدان باغ دانش آمده است عبور کرد. داریا کازاکبای که داروی چی میگویند رقم مشخصه خودش در هم اساسیاسیون ولسیپدرانی کنفدراسیون ولسیپدرانی آسیا و هم در اتحادیه ولسیپدرانی بین المللی دارد. ورزشگربانی عراقی است که اولین شده از خط آغاز در حرکت شده بود ولی از ورزشگربانی کشوری قزاقستان دیر ماند گوییم هم می شود. 11.4 کیلومتر را تا کنون این بانو هم طی کرده است و سرعت را بینید بسیار بلند است. معمولا سرعت ورزشگران از 40 تا 50 کیلومتر ساعت در چنین حالت ها به ثبت می رسد. با نظر می رسد ورزشگر بانوی کشور قزاقستان علاکه به خط مره نزدیکتر و نزدیکتر می شود و این هم ورزشگر کشوری ویتنام باید باشد که از همه آخر به سبقت آغاز کرد. داریا کازاکبای به نظر می رسد امروز هم زینه اولین سبقتی امروز رو همین ورزشگر بانو به خودش اختصاص می دهد. او علاکه از چایخانه معروفی راحتی ما عبور می کند و همگی چند کیلومتر دیگر می ماند تا تقریبا 2 کیلومتر دیگر 12.6 2.5 کیلومتر دیگر باقی مانده است و این 2.5 کیلومتر را بدون مشکل و با سرعت باز هم بیشتر طی خواهد کرد، زیرا گفتیم که در این سبقت اولین رسیدن مهم نیست، مهم زمان است. برای آنکه ایندیویدوال تایم تریال یعنی رقابت‌های انفرادی زماندار زمانی تعیین نمودن این مسافه مهم است. اولین و دوم آمدن مهم نیست، شاید اگر اینجا عراقی اولین هم می آمد ولی اگر زمانی تعیین نموده‌اش کم باشد عنوان را یعنی عنوان قهرمان آسیا را به خود نمیگیرد. خب دیگر ورزشگران در مسافه تقریبا 12 کیلومتر در حرکت هستند و این هم ورزشگر بانوی قزاق به خط نهایی نزدیکتر و نزدیکتر می شود. با اون سرعتی که دارد در چند دقیقه دیگر شاید به خط نهایی می رسد. داریا کازاکبای بله او به خط نهایی نزدیک و بدون شک بهترین نتیجه رو او فعلا دارد، زیرا از نفر اولی که رها شد گذشت و این هم از خط نهایی هم عبور کرد و زمان تعیین نموده‌اش را هم اکنون داوران به قید میگیرند و نفرانی بعدی کم کم به خط نهایی نزدیک میشن، یعنی همگی از نیمه این مسافه سبقت بازگشتند و به سمت خط نهایی مسابقه در حرکت هستند و کم کم آمده به خط نهایی خواهند رسید. گفتیم 6 نفر در این سبقت اشتراک کردند. فاصله بین نفر اول و دوم از مکان آغاز
6 دقیقه بود و این هم ورزشگر بانوی کشوری دیگر به خط نهایی میرسد و از آن عبور میکند. ببینیم که این ورزشگر بانو از کدام کشور هست. ورزشگر بانوی کشوری ازبکستان انا کوسکووا است که دوم شده آمد و این هم ورزشگری که بانویی که اولین شده از خط آغاز در حرکت بود. عدنان آوان به خط نهایی مسابقه نزدیک می شود و الکی از 2 نفر عقیب افتاد از ورزشگر بانوی کشور ازبکستان و قزاقستان، در حالی که اولین شده به حرکت در آمده بود. عدنان آوان از خط نهایی عبور می کند. خودش هم سرجنبانیش معلوم است که از نتیجه به دست آوردش راضی نیست، ولی این ورزش هست. رضایت مهم نیست، مهارت، هنر، استقامت و استواری مهم است که تا چه حد می توانی از نیروی خود کارگیری و این نیرو را چگونه تقسیم بندی کنی تا در بخش های گوناگون سبقت بتوانی به طور استوار و درست به حرکت بیایی. و این هم ورزشگری چهارم ما به خط نهایی نزدیک می شود و بیاد ببینیم که این ورزشگر بانوی کشوری کدام کشور هست. حالا از شماره در پوشینش بوده باید معین میکردیم که متاسفانه دیدن نمی شود. در هر صورت ورزشگران کشوری امارات متحده عرب بودند به نظر می رسد و این هم ورزشگر کشوری ویتنام است که آخرین نفری بود که به سبقت پرداخته بود و همکنون این ورزشگر بانو هم از خط نهایی عبور می کند. معذرت میخوام، این ورزشگر بانو از کشوری تایلند هست. سایسینگ جتراپورن است که آمد و پنجمین نفر شد. به نظر میرسد که این ورزشگر از کشور ویتنام باشد. معذرت میخواهم. و او هم به خط نهایی نزدیک شد. از همه آخران نفری بود که به سبقت ها برآمد. بله، ورزشگر بانوی کشوری ویتنام هست و هم دسته هایش و سرمربیش با او تشویق میکنند که تا به آخر تلاش کند تا زمان هرچه بهتر برایش به ثبت رسد. این برای نشاندادی خودش یا رکورد خودش بسیار خوب خواهد بود، چون یکی از ضرب المثل های بسیار رایج در همه این نمودی ورزش ها این است که کوشش کنید رکورد های هر روزه خود را بشکنید و همینطور ورزشگر بانوی کشوری ویتنام تای بی هونگ هم از خط نهایی عبور کرد و این سبقت هم به انجام میرسد و طبق آن چیزی که ما مشاهده کردیم به نظر میرسد که ورزشگر بانوی کشور قزاقستان در یک بای بهترین نتیجه را باید به دست آورده باشد، زیرا از همه ورزشگران دیگر فاصله بیشتر داشت. نزدیکترین نفری که مدت زمانش با مدت زمانی ورزشگر بانوی کشوری ازبکستان میتواند نزدیک باشد این انا کوسکووا از کشوری ازبکستان هست. خب ورزشگر بانوان با اینکه از خط نهایی عبور کردن یک چند ثانیه دیگری هم دوچرخه رانی میکنند تا وضعیت بدن رو معتدل کنند، سپس به نتیجه گیری میپردازیم و غالبان رو معین خواهند کرد. امروز اولین سبقت ها در این میدان از همین بین این ورزشگران بانو بود که صورت گرفت. از 6 کشور آسیایی در آن اشتراک داشتند، از کشورهای عراق، امارات متحده عرب، قزاقستان، تایلند، ازبکستان و ویتنام. امیدوارم در چمپیونات های بعدی در سبقت های زنانه بانوان تاجیک نیز اشتراک کنند، چون امروزها همه گونه شرایط ها فراهم شدند، چه در نمود ولوترک، چه در نمود ولوسیپد یا دوچرخه رانی شاهراه ها. فدراسیون دوچرخه سواری کشوران چند سال اخیر بسیار فعال شده است و دوره های آموزشی و حلقه های آموزشی زیادی را تشکیل کردند. تا جای خبر داریم توانستند حتی تجهیزات زیادی را به تاجیکستان بیاورند تا این رشته
رشد و گسترش زیادی داشته باشد و ما اکثرا در سالهای سپری شده چند سال اخیر ولا ماراتون های زیادی رو برگزار میکنیم و میبینیم که چقدر مردم آنجا جمع میشوند و علاقمندی به این رشته زیاد است. فقط یک تحول دیگر میخواست که همین چمپیونات آسیا یا قهرمانی آسیا بدو چرخرانی میتواند برای آن یک اثری بسیار مهم گذارد و این رشته رو در کشوری ما متحول گرداند. ولی ورزشگران همگی از خط نهایی عبور کردند، مانده است فقط نتیجه گیری کنیم و آرزوی باز یکی از ورزشگران حالا عملی می شود. همچنان که در آغاز ما دوشنبه شهر را شهر آرزوها گفتیم، امروز و همکنون آرزوی باز 3 تن دیگر از بانوان قاره آسیا در همین میهن ما و وطن آباد ما عملی می شود و آنها صاحب مقام های افتخاری آسیا در رشته دوچرخه‌رانی انفرادی زمانبندی شده به خود اختصاص می دهند. Для первой церемонии вручения во втором дне гонок в рамках همین طور بینندگان عزیز و گرامی، نوروز بین المللی باز برای 3 بانوی قاره آسیا مقام های افتخاری را هدیه میکنه یا تقدیم میکند که همچنانی که در آغاز این سبقت برایتان گفتیم نفر اول آمدن مهم نیست، مهم زمانی که مسافه 15 کیلومتر را طی کرده باشد. و با اینکه ما دیدیم داریا کازاکبای بسیار مهارت خوب نشان داد و اولین شد از خط نهایی عبور کرد، با اینکه نفر اول نبود که به سبقت پرداخته است، ولی در هر صورت زینه اول را صاحب نگردید، زیرا مدت زمانی به دست آورده ورزشگری دیگر کشور است که بهترین نتیجه است و حالا در مراسم رسمی جایزه سپاری به غالبان چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه میان بانوان جوان در سبقت‌های انفرادی به مسافه 15 کیلومتر همکنون اعلام می‌گردند. و همینطور زینه سیوم این سبقت را که به مسافه 15 کیلومتر بود ورزشگر کشور ویتنام به خود اختصاص می‌دهد که در سبقت‌های موجود بوده او هم هنر و مهارت والا نشان داد و صاحب نشان برنجی چمپیونات آسیا گردید. ورزشگر بانوی کشور ویتنام تای بی هانگ یا نگوین تای بی هانگ است که با مقام افتخاری سیوم نائل گردید و مدت زمانی که او در این سبقت مسافه 15 کیلومتر را طی کرد این گونه بود که او این مسافه را در 21 دقیقه و 57 تا 163 ثانیه طی نمود. و همینطور 3 ورزشگری که در مقام افتخاری امروز در چمپیونات آسیا قرار میگیرند و به نوبت به آنها مدال ها سپرده می شود. اینها ورزشگران کشور ازبکستان، ویتنام و قزاقستان هستند که نکته جالب اینجاست که دیروز هم در میان بانوان در سبقت های دستوی بانوان حرفه‌ای ورزشگر بانوان کشور ازبکستان توانسته بودند زینه اول را به خود اختصاص دهند. در زینه دوم کشور قزاقستان بود، در زینه سوم ایران بود و امروز هم تقریبا همان چیز بجز زینه سوم باقی ماند میان بانوان نورس. البته امروز این سبقت صورت گرفت، دیروز میان دستوی بانوان حرفه‌ای بود. همینطور مسئولان کمیته کار با جوانان و ورزش و مسئولان شهر دوشنبه در اینجا با ورزشگران نشان و گواهینامه و همچنین تحفه ها را تقدیم می‌گردانند. همینطور زینه سومی با این رقابت ها نماینده کشور ویتنام نگوین تای بی هانگ است که مدال برنجی را به گردن می آویزد و دستگل هم از وطن نوروز برای او به ارمغان می آورند و همچنین در زینه دوم باشد ورزشگر بانوی کشور قزاقستان است که داریا کازاکبای می باشد که مسافه مسابقه را در 20 دقیقه و 54 و 601 تا ثانیه طی نمود.
با اینکه گفتیم اون نفر اول بود که از خط نهایی عبور کرد و همه امکانیت‌ها را داشت برای عنوان قهرمان آسیا شدن، اما این عنوان را از او ورزشگربان کشوری ازبکستان آنا کوسکووا میره باید و عنوان قهرمانی آسیا را این ورزشگربانی جوان کشوری همسایه ما با خود و کشور ازبکستان میبرد. این دومین مدال طلای بانوان ازبکستان در چمپیونات آسیا، البته در میان آنهایی که هیچ مشکلی در سلامتیشان ندارند، زیرا در میان دوچرخه سواران پارالیمپی نیز ازبکستان چندین مدال طلا به دست آورد. دقیق‌ترش بگویم 3 مدال طلای دیگر در میان پارالیمپی ها، دوچرخه سواری پارالیمپی ها به دست می آورد و این هم پیراهن قهرمانی یا غالب به ورزشگر بانو آنا کوسکووا و پوشانیده می شود در تمامی مسابقه ولسپیدرانی یا دوچرخه سواری که چه در تور د فرانس، چه در تورهای سطح جهانی و منطقه‌ای و چمپیونات های جهانی و آسیا با غالب مسابقه پیراهن مخصوص با رنگ های مخصوص پوشانیده می شود که اکثرا حتی اگر در چمپیونات جهان هم روید همین گونه پیراهن به ورزشگران پوشانیده می شود و این هم دستاویزی از تاجیکستان برای جایزه داران قهرمانی آسیا آید به دوچرخه سواری شاهراه 41مین قهرمانی است و به آنها داده می شود تا با خود به وطنشان ببرند. یک عکس خاطروی هم گرفته می شود. باز هم قید می دهیم یک خاطره بسیار خوب از شهر دوشنبه، از نوروز عجم، از میدان دوستی ما که واقعا هم دوستی بین اشتراکچیان کشورهای آسیایی رو که عموما 41 کشور عضو کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا می باشند و همکنون به افتخار قهرمانی آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه میان بانوان جوان سرود ملی ازبکستان صدا می دهد. مبارک باشد بر بانو آنا کوسکووا که توانست برای کشورش یک چنین افتخار را بیافرد و سرود ملی آنها را به فراز میدان دوستی تاجیکستان به صدا در آورد
و باید قید نمایم که در دیروز هم در سبقت دستوی بانوان که در آنجا به قول الیت یا حرفه‌ای ها هنرنمایی میکردند، یکی دیگر از همین خانواده کوسکاوا ها صاحب مدال طلا شده بود. یعنی نه کوسکاوا بود که توانسته بود به همراهی 3 نفر دیگر در سبقت‌های دستوی زینه اول را به خود اختصاص داده بود. بازم یک بار دیگر به انا کوسکاوا عنوان قهرمانی مبارک و برای 2 ورزشکاری دیگر کازاکبای داریا و تایبی هانگ مقام‌های افتخاری مبارک باشد.